من امروز داشتم این کتاب رو میخوندم، کتاب بلوغ از اوشو. من چندین بار این کتاب رو خوندم ولی یه مطلبی برای من یادآوری خیلی خوبی بود. به نظر من زندگی همش یادآوریه و اون تضاد در جهان هستیه، اینکه کل جهان هستی بر پایه تضاده و ما باید از اون آگاه باشیم. یه تعبیری داره اینجا، اینکه فرض کن 2 شیر آب اینجاست، روی یکی نوشته شده درد و روی دیگری نوشته شده لذت. خب ما میخوایم بلافاصله شیر لذت رو باز کنیم و شیر درد رو ببندیم، ولی بازی اینطوری نیست. همزمان با اینکه شیر لذت باز میشه، شیر درد هم باز میشه و اگه شیر درد رو ببندیم، شیر لذت هم بسته میشه. یا باید هر دو باز باشن یا هر دو بسته، چون باید از هر دو آگاه باشیم. هر دو روی یک سکند، آنها 2 چهره، 2 جنبه از یک پدیده واحدند و کل تضاد ذهن همینه. ذهن دوست داره همیشه شاد باشه، خوشحالی بیشتری رو تجربه کنه و درد کمتری رو بکشه. اما احساس درد کمتر وقتی امکان پذیره که تو ناآگاه باشی. زندگی درد و لذت با هم است. زندگی سعادت و بدبختی را در کنار هم دارد. زندگی روز است و شب. زندگی حیات است و مرگ. تو باید از هر دو آگاه باشی. دقیقاً مثل اینه که از دشمن که همون درد و رنج و ناملایمتی های زندگیه چنان وحشت داشته باشی که درها را به روی خود قفل کنی. حالا راه ورود حتی دوستان را هم بسته ای. حتی معشوق هم پشت در مانده. معشوق مدام به در میکوبد ولی تو میترسی نکند دشمن باشد. بنابراین تو بسته ای، بسته و ترسیده از دشمن و دوست هم نمیتواند وارد شود. تو از دوست دشمن ساخته ای. اکنون تو چنان ترسیده ای که هیچ کس نمیتواند داخل شود. در را بگشای. وقتی هوای تازه به فضای خانه راه می‌یابد، احتمال ورود هر نوع خطری هم هست. وقتی دوست راه یافت، دشمن هم می‌تواند. روز و شب، خوشی و ناخوشی، زندگی و مرگ با هم از در وارد می‌شوند. از درد واهمه نداشته باش، وگرنه زندگی را در بیهوشی سپری خواهی کرد. همه را در مجموع بپذیر، با همه مرارت‌ها و همه سرمستی‌هایش. درست مثل ستارگانی که در تاریکی شب می درخشند و از دور چشمک می زنند. در روز روشن ستارگان ناپدید نمی شوند بلکه رویت ناپذیر می گردند. تو نمی توانی آنها را مشاهده کنی چون تضاد یا کنتراستی در بین نیست. تو این مثال کامل دیگه میشه تضاد رو درک کرد. زندگی را بدون مرگ مجسم کن. چه درد غیرقابل تحملی، چه دنیای یک نواخت و کسل کننده ای. زندگی بدون مرگ غیر ممکن خواهد بود. مرگ زندگی را در یک چارچوب قرار می دهد. آن را محدود و محصور می کند. به آن شور و حال می بخشد چون زندگی کوتاه و درگذر است و هر لحظهش گرانبها می شود. مشاهده این سیستم باعث میشه که فرد احساس راحتی بکنه، آرامش با هر دو. وقتی بدبختی به سراغ شخص آمد، از آن استقبال میکند. وقتی خوشبختی درش را زد، در را به رویش باز میکند، با علم به اینکه آنها هر دو حریفان یک بازی‌اند. این نکته است که مدام باید آن را به خود یادآوری کنی. وقتی این را در ذهنت حک کردی، زندگیت طعم کاملا جدیدی به خود خواهد گرفت، طعم آزادی و رهایی. هرچه پیش آید تو ساکن، ساکت و پذیرا خواهی بود و کسی که آماده است تا ساکن، ساکت و پذیرای درد، یأس و بدبختی باشد، خود کیفیت بدبختی را دگرگون می سازد. چقدر زیبا. به نظر من نکته طلاییش هم اینجاست که اگه ما پذیرای درد و رنج‌های زندگیمون باشیم، این پذیرش باعث میشه که حتی کیفیت اون درد هم عوض بشه. همچنان درده، همچنان رنجه، ولی دیگه عذاب آور نیست و آرامش ما رو از بین نمیبره. حتی درد هم باعث هوشیاری است. حتی تاریکی هم زیبایی، عمق و بیکرانگی خود را دارد. از دیدگاه او حتی مرگ هم نه پایان، که فقط آغاز چیزی ناشناخته است.